همین افسانه عامیانه است. بعضی از مناطق کشور، مخصوصا مناطق کوهستانی، قدیمی‌ها معتقد بودن که در شب‌هایی که مهتاب هست، ماه کامله، کوه‌هایی که پلنگ دارن، پلنگ‌ها میرن روی بالاترین صخره‌ها میستن، میپرن ماهو بگیرن. میگن که پلنگ مغروره، با شکوه و نمیخواد بالاتر از خودشو ببینه. میگن صبح شب‌های مهتابی اگر در اون کوهستان‌ها رفت آمد کنید، توی دره‌ها جنازه پلنگ‌ها رو خواهید دید که پریدن ماهو بگیرن و خب طبیعیه که نگرفتن و پرت شدن پایین. از این افسانه عامیانه که مبنای بحثش خیلی مفصله، روانشناسان است، ولی از این افسانه عامیانه برای اولین بار منزوی استفاده کرده، غزل گفته. مطلع غزلش رو از این قصه آورده. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن. من و تو آن دو خطی ماری، موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی، این بیت فوق‌العاده است. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن. واقعا خیلی